سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. به کانال زنگ دلاری خوش اومدین، به کانال خودتون. من بعد از یه غیبت برگشتم. متاسفانه به دلیل مشغله نمیتونم هر روز ویدیو درست بکنم. سعی میکنم چند روز یه بار ویدیو درست بکنم. منتها خب ویدیو در موضوعات مختلفی درست کرده بودم. امروز دوباره میخوام در رابطه با لیکویدیتی پول های ویدیو درست بکنم. توی اون 3 تا ویدیوی قبلی که درست کرده بودم تمام سعیم میکردم که اطلاعاتی که بهتون میدم اطلاعات کاملی باشه. منتها یه سری کامنت های زیادی دریافت کردم در رابطه با اینکه دوباره در رابطه با لیکویدیتی پول ویدیو درست بکنم یا اینکه سایت های معتبر دیگر رو بهتون معرفی بکنم که بتونید ازش استفاده بکنید. قبل از اینکه این سایت ها رو براتون باز بکنم تا ببینید، می‌خواستم چند تا نکته بگم. نکته اول این که من تمام تلاشمو میکنم ویدیوهایی که میسازم ویدیوهای کاربردی باشه. کاربردی از این نظر که اولا که نکاتی که بهتون میگم توی بازار صحیح باشه، دروغ بهتون نگم، در مورد سودهای نجومی صحبت نکنم. متاسفانه توی خیلی از این کانال‌ها میبینم که مثلا میگن که تتر داری بیار اینجا 1000% سالیانه سود میگیری، یا از اون طرف میگن که شب بخواب تا صبح نمیدونم اینقدر 500% سود میده. دوستان، هر جا که این کلمات و این شعارها رو دیدین از اونجا فرار بکنید. پولتون رو فقط از دست میدید. اونا به خاطر اینکه برای کانالاشون ویو بگیرن این جملات جذاب رو میگن و مردم هم فکر میکنن که واقعا اگر که پولاشون رو برن اونجا این سودای جذاب به دست میاد. نه اینکه این بازار سود نده، منتها اینطوری که اونا میگن نیست. ببینید، در مورد لیکویدیتی پول درست کردن، شما فقط در صورتی که توی لیکویدیتی پولتون از USDT و USDC و دای و اینایی که تتر هستن یا دلار هستن و قیمتشون بالا پایین نمیشه، فقط تو اینا ضرر نمی کنید. تو بقیه لیکویدیتی پول هایی که در رابطه با ارزهای درست میکنید در بعضی از شرایط شما ضرر میکنید که میخوام اونا رو بهتون بگم. پس شما اگر پول زیادی دارید، میخواید اون پولتون نمیتونید ازش استفاده کنید، میخواید اون رو نگرش دارید، باش لیکویدیتی پول درست میکنید با دلار که قیمتش بالا پایین نشه. خب قطعا اونم سود کمی میده، مثلا چند روز یه بار 1% میده، یا مثلا ماهی 5% میده، 4% میده. اینجوری نیستش که به شما ماهی 200% سود بده. پس اگر این شعارها و این چیزا رو میبینید فرار کنید. یا مثلا کانالی رو میبینم میگه که داگز گرفتی، همستر گرفتی، نات کوین گرفتی، بیار اینجا ازش 2000% سود بگیر. همچین خبرایی نیست. تمام این سودهای نجومی که در موردش صحبت میکنن که بیارید اینجا پولتون رو انقدر سود میگیرید، توی سایت ها همچین چیزایی نوشته شده. مثلا شما میرید وارد یه سایتی میشی که اگر لیکویدیتی پول درست بکنی، اونجا نوشته که مثلا سالی 800%، 850%، چه من 500% سود میگیرین. منتهای مراتب اینو در نظر داشته باشیم. مثلا شما فرض کنید که ارز تتر رو با مثلا یه ارزی مثل چه میدونم FNZ میایید لیکویدیتی پول درست میکنید و اونجا هم به شما گفته که 1000%، 800%، 500% هر چقدر سود میده، که اگه تقسیم بر 12 بکنیم مثلا میفته ماهی مثلا 40%، 50%، 30% سود. در حالی که میبینید وقتی شما اونجا لیکویدیتی پول درست میکنید، اون ارز FNZ قیمتش انقدر ریزش میکنه، بیشتر از این که شما سود بکنید ضرر میکنید و کلی از پولتون رو از دست میدین. مثلا $1000 اونجا میذارین، اگه قراره $1000 مثلا 30% سود کنه بشه $1300، سر ماه میبینید پولتون از اون $1300 اومده شده $800، تازه $200 هم ضرر کردین. پس در این صورتی که به شما سودهای نجومی میدن، الکی که سود نمیدن که. پس اگر که میخواین لیکویدیتی پول درست بکنید خیلی باید حواستون باشه. اگر در بازار سعودی، زمانی که بیت کوین و بقیه ارزهای دیجیتال سعودی هستن و بالا میرن، شما لیکویدیتی پول درست بکنید، قطعا سود میکنید. ارز مطمئنی رو داشته باشید، مثل اتریوم، مثل ارزهایی مثل خود بیت کوین، ارزی مثل سولانا، ارزی مثل BNB، ارزهایی که خیلی مطمئن هستن و رشدهای خوبی میکنن. در این صورت شما وقتی بازار سعودی باشه سود میکنید. اگر بازار رنج باشه، یعنی خیلی درجا بزنه، روزهای متمادی در یک قیمتایی و یک حدود خاصی باشه، بازم شما سود میکنید. ولی اگر بازار نزولی باشه، شما قطعا توی لیکویدیتی پول ها ضرر میکنید، به خاطر اینکه اون دوتا ارزی که گذاشتین قیمتش افت میکنه و بیشتر از این که سود بکنید شما ضرر میکنید توی این بازار. پس اینکه کجا لیکویدیتی پول درست کنیم و چه زمانی درست بکنیم خیلی اهمیت پیدا میکنه برای ما، که من توی این سایت هایی که به شما نشون میدم، اول سایت های مطمئن رو پیدا میکنید، بعد اگر قرار هست که لیکویدیتی پول درست بکنید به این شرایط توجه میکنید.
یه وقتی از شما یه ارزی رو، مثلا بعضی رو من دیدم که مثلا نات کوین های خودشونو یا تون کوین خودشونو یا اتریوم خودشونو اینو خریدن، میخوان هولد کنن، طولانی مدت نگه دارن، 1 سال 2 سال نگه دارن، براشون مهم نیست قیمتش میاد پایین میره بالا چه اتفاقی براش میفته، میرن اینا رو یه جایی استیک میکنن. استیک کردن مثل لیکویدیتی پول نیست. مثلا شما میری ارز رو یه جا استیک میکنی، بابت اون استیک کردن یه سودی به شما میدن که اونم عددش خیلی زیاد نیست، مثلا میبینید سالی 15%، 13%، 20% این حدوداست که شما ارزتون رو اونجا استیک میکنید و ارزتون میمونه، سود هم میگیرید و میتونید باش لیکویدیتی پول هم درست بکنید که شما اون ارز اگر قیمتش اومد پایین خیلی متضرر نشید. توی لیکویدیتی پول ها به اینا توجه بکنید. اگر میخواید توی این بازار توی قسمت لیکویدیتی پول ها و استیک کردن و این استخراج نقدینگی که ایجاد میشه سود بکنید، باید به این شرایط توجه بکنید. من تو اون 3 تا ویدیو هم بهتون یونی سواب رو نشون دادم، بقیه جاها رو هم بهتون نشون دادم. بعضیش سودای خوب جذابی میداد. من خودم اون موقع لیکویدیتی پول درست میکردم و اونجا سود میگرفتم، ولی الان 1 ماه هستش که لیکویدیتی پول درست نکردم، به خاطر اینکه بازار نوسانش خیلی زیاد بوده و از همه مهمتر این که من توی این بازار الان بیت کوین رو سعودی خیلی نمیبینم. پس الان برای من شرایط مناسب برای لیکویدیتی پول نیست. شاید برای شما باشه. توی یوتیوب که باز میکنی از در و دیوار همینجوری کانال باز میشه که همشون گفتن بیا 1000% اینجا سود میگیری، 2000% اونجا سود میگیری، اینجا لیکویدیتی پول درست میکنی، این اتفاقات برات میفته. من دارم به شما میگم که این خبرها نیست. حواستون رو جمع بکنید، هر جایی لیکویدیتی پول درست نکنید، پولتون رو هر جایی سرمایه گذاری نکنید، جاهای مطمئن بذارید، جاهایی که ریسکش کمه و شما میتونید سود بکنید، حتی اگه سوده کم باشه. و اگر میتونید با پولتون خودتون ترید بکنید، ارز دیجیتال خرید و فروش بکنید، چه میدونم NFT خرید و فروش بکنید یا هر چیز دیگه‌ای و توش میتونید تبحر داشته باشید، ازش کسب درآمد بکنید. این توضیحات لازم بود بهتون بگم، به خاطر اینکه من وظیفه خودم میدونم که بهتون بگم که حواستون باشه که گیر آدم‌های شیاد نیفتید. اونها به خاطر اینکه ویدیوشون دیده بشه به فکر جیب شما که نیستن، که اونها به فکر جیب خودشونن. میخوان که ویدیوشون ویو بالا بخوره که از یوتیوب پول در بیارن. خب منم دوست دارم ویدیو من ویو زیاد بخوره و تو یوتیوب به درآمدزایی برسم، ولی به چه قیمتی؟ به این قیمت که مثلا دوستان و اطرافیان و هموطنان هم مثلا پولشون رو از دست بدن. من اینو نمیپذیرم. امیدوارم که سودای خوبی داشته باشین، همه چی براتون عالی باشه. یه لوگو موشن ببینیم، بریم من سایت‌های مختلف رو بهتون نشون بدم و توضیحات رو صفحه کامپیوتر بهتون بدم. موفق و پرسود باشین. بریم تا برگردیم. خب خیلی خوش برگشتین. رفتیم سراغ سایت ها. چند تا سایت بسیار خوب اینجا داریم. در مورد سایت ها صحبت با هم دیگه میکنیم که این لیکویدیتی پول هایی که در موردش صحبت کردیم توی حوزه دیفای کجا میتونیم دنبالشون بگردیم و کجا از همه معتبرتره. اولین و معتبرترین سایتی که خود من کار کردم و خیلی ها از حرفه‌ای بازار دارن باش کار میکنن سایت uniswap.org هست. خب اینو که واردش بشین، این گوشه سمت راست کیف پولتون رو بهش وصل میکنید. بعد توی قسمت پول اگر بزنین این براتون باز میشه. بعد این زیر تاپ پولز رو که بزنین این صفحه براتون باز میشه. دوستان عزیزم، توی این سایت انقدر لیکویدیتی پول هست که حد و حساب نداره. حالا چطوری؟ اینجا نگاه کنید، توی این گزینه‌ای که اینجا عکس نماد اتریوم هست بزنید روش. الان این داره شبکه اتریوم رو بهتون نشون میده، یعنی این لیکویدیتی پول ها روی شبکه اتریوم هست. تقریبا میشه گفتش که خیلی از معتبرترین و بهترین لیکویدیتی پول هایی که وجود داره توی این بازار توی شبکه اتریومه. منتها شبکه اتریوم چون کارمزد بالایی داره، مثلا وقتی شما میخواین یه لیکویدیتی پول درست بکنید یه دفعه میبینید برای همون لیکویدیتی پول نزدیک 7-8 دلار فقط کارمزد پرداخت میکنید. بعد مثلا قرار لیکویدیتی پول به شما مثلا توی اون تایمی که میخواین درست بکنید چقدر میخواد بهتون سود بده، مثلا میبینید جمعاً 7-8 دلار 20 دلار ها رو بر اساس پولی که میذارید این عدد متفاوته. من خودم توی
شبکه اتریوم لیکویدیتی پول درست نمی‌کنن فقط به خاطر کارمزدش. همینجا یه نکته بسیار 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 مهم بگم عزیزان، حواستون باشه، توی بازارهای رنج و سعودی لیکویدیتی پول درست بکنید. زمانی که بازار ریزشی هست لیکویدیتی پول درست نکنید. الان شاید براتون سوال بشه که خب ما از کجا بفهمیم بازار سعودی نزولیه؟ نگاه بکنین، ما میایم توی مثلا تریدینگ ویو، میایم بیت کوین رو باز میکنیم. خب مثلا میرم توی تایم فریم مثلا 4 ساعته. خب توی تایم فریم 4 ساعته بیت کوین رو باز میکنیم برای اینکه بفهمیم روند بازار حدوداً کدوم طرفیه، چون بازار کریپتو خیلی نوسانش زیاده. ما همینطوری به راحتی نمیتونیم بگیم الان بازار سعودیه یا نزولی، ولی اگه حدودش هم بخوایم متوجه بشیم توی قسمت اندیکاتورها اگر MA رو سرچ بکنید و یه دونه مووینگ اوریج باز بکنید، مثلا مثل همین، خب بعد میاد روی مووینگ اوریج روی قسمت ستینگش میزنین. من توی این اعداد 200 رو نگه میدارم. 200 کدوم سومی است؟ این یکی رو خاموش میکنم، 200 رو نگه میدارم، سفیدش هم میکنم که واضح دیده بشه. خب این خط سفید رنگ یعنی چی؟ یعنی داره میانگین 200 تا کندل قبلی رو به ما نشون میده. چون در تایم فرمی 4 ساعته هستیم داره میانگین 200 تا کندل 4 ساعته قبلی رو به ما نشون میده. هر وقت این کندل ها بالای این خط سفید رنگ باشه این نشون میده که بازار تقریبا میشه گفتش که رو به بالاست. ولی اگر این خط سفید رنگ صاف باشه یعنی اینکه بازار نه صعودیه نه نزولیه، که حالت رنج. حالت رنج برای لیکویدیتی پول درست کردن خیلی حالت خوبیه، که به شرط اینکه تمام ارزها و بازار توی این حالت رنج، مثلا شما فرض کن بین این کانال دو تا خط بنفش مثلا بمونه و هی بالا پایین بشه و خیلی بالا پایین بیشتر نره. اما اگر نگاه کنید مثلا اینجا، مثلا شما اینجا میخوای لیکویدیتی پول درست بکنی، خب یه علامت بذارید براتون بزنم دیده بشه. اینجا نگاه کنید، اینجا علاوه بر اینکه کندل ها اومده زیر این مووینگ 200، خود مووینگ هم سرش رو به پایینه، یعنی که دوباره این داره به ما نشون میده بازار نزولیه. اگر اینجا شما لیکویدیتی پول درست بکنید چه اتفاقی میفته؟ قیمت ارزهاتون ریزش میکنه، چون همشون به بیت کوین وابسته است، قیمتش ریزش میکنه. پس شما سود که نمیکنی هیچ، قیمت ارزهات هم کلی میاد پایین و ضرر هم میکنیم. پس به این نکته توجه کنید. توی خیلی از کانال های تلگرامی من میبینم که نوشتن که تو کانال های تلگرامی، تو کانال های یوتیوبی میبینم نوشتن که بخواب و پول در بیار با دیفای. ببینید بخواب و پول در بیار، درسته این اتفاق میتونه برای شما بیفته و خیلی هم سود جذابی باشه، ولی در صورتی که شما یک شناختی از اون بازار داشته باشین. توی بازار ارزهای دیجیتال تقریبا میشه گفتش که 95% تمام ارزهای دیجیتال وابسته به بیت کوین هستن. بیت کوین وقتی ریزش میکنه اونا هم ریزش میکنن، بیت کوین میره بالا اونا هم میره بالا، بیت کوین رنج میزنه اونا هم رنج میزنن تا زمانهای خاص که تو زمانهای خاص اون ارزها و زمانی که بیت کوین درجا میزنه اونها یه دفعه میبینید رشدای خیلی چشمگیری میکنن، که حالا ما که نمیدونیم اون اتفاق کی میخواد بیفته و اصلا باش کاری هم نداریم. پس الان هدف ما اینه که ما لیکویدیتی پول درست بکنیم. برای اینکه لیکویدیتی پول درست بکنیم باید یک حدودی از بازار رو بدونیم. اینجا رو نگاه بکنید، اینجا الان توی چندین روز گذشته اگه برم توی روزانه نگاه بکنین، به همسایه ما مرغ و خروس داره، صدای مرغ و خروسش هم داره میاد. هر کی ندونه فکر میکنه داریم تو دهات زندگی میکنیم. اینجا الان داره به ما 15 روز رو نشون میده که توی این 15 روز بیت کوین داره توی این محدوده میچرخه. بس ما اگه توی این 15 روزه لیکویدیتی پول درست میکردیم میتونستیم سود خوبی بگیریم. قیمت ارزها هم خیلی آنچنان بالا پایین نشده. خب برگردیم اینجا توی سایت یونیسواب. پس نگاه کنید برای بررسی کردن اینا، نکته بعدی که باید خیلی بهش دقت بکنین و بررسی بکنین اینه که TVL اون
دوتا ارز رو باید در نظر بگیریم. مثلا الان شما ارز USDC به اتریوم رو میخواین براش لیکویدیتی پول درست بکنید، خب جلوش نوشته 0.05%. 0.05% یعنی چی؟ یعنی که از اون کارمزدهایی که توی بازار رد و بدل میشه 0.05% تراکنشاشو میخواد به شما واریز بکنه. خب جلوش TVLش رو نگاه بکنید، 147 میلیون دلاره. 147 میلیون دلار توی بازه زمانی احتمالاً فکر میکنم این ماهانش باشه. توی یک ماه 147 میلیون دلار تراکنش توش انجام شده. روزانه‌شو نگاه بکنید، 13 میلیون دلار توی روز خرید و فروش شده برای این دوتا ارز. و اینجا سود ماهیانه شما یا روزانه شما رو اینجا نوشته. فکر میکنم این نوشته یک روز رو نشون میده به ما، یعنی روزانه 0.09% به ما سود میده. خب الان که بازار رنجیه و خیلی خرید و فروش های آنچنانی هم اتفاق نمیفته، 0.09% بخواد سود بده روزانه، شما اگر ضرب در 30 روز ماه بکنید میشه چقدر؟ میشه فکر کنم حدودا میشه 0.2%. مثلا 0.2% اگه $100 داشته باشین توی ماه بهتون $2.70 سود میده. اگه $1000 داشته باشین بهتون $27 سود میده. اینجوری میتونید یه حدودی ازش در نظر بگیرید، ولی این اعداد تغییر میکنه تو روزهای مختلف بر اساس تراکنشایی که تو روز انجام میشه. اینا هم تغییر میکنه. اگر این بالا یک کلیک بکنین میشه گفتش که بالاترین سودها رو نسبت به تا پایین ترین سود رو به ما نشون میده. الان USDC ETH یعنی دلار USDC به اتریوم رو که نوشته 0.01% به ما سود میده. خب 0.01% خیلی کمه. حجم روزانه‌ش هم 16 میلیون دلاره و اگر با عدد خوبی باز بکنید و بازدهش رو مناسب بذارید احتمالاً سود خوبی میتونه بهمون بده. ولی اینو بهتون باز بگم، USDC به اتریوم، پس اگر اتریوم قیمتش ریزش بکنه شما علاوه بر اینکه درست سود میکنید ولی قیمت اتریوم بیاد پایین ضرر هم میکنید. به اینا دقت بکنید. خب پس اگر روش بزنیم این صفحه رو به ما نشون میده. بعد اینجا اد لیکویدیتی رو میزنیم. توی اینجا به ما بازده رو میاد نشون میده. نگاه بکنید یه بازده به ما نشون میده که تو کدوم بازده ما بخوایم قیمتش رو تعیین بکنیم. این ولیدی. خب بیا اینجوریش بکنیم. ببینید مثلا اینجا یه بازه بزرگ -11 از این ور تا مثبت 17. خب این بازه‌ای که الان دارم انتخاب میکنم بازه بزرگه. خب یعنی چی؟ یعنی که قیمت اتریوم خیلی باید بیاد پایین یا خیلی باید بره بالا تا از این بازه من قیمتش تغییر بکنه. اینجا این نسبتش رو نوشته که قبلا تو ویدیو قبلی این نسبت رو بهتون نشون دادم که چطوری پیدا بکنید مثلا توی سایت های مختلف. پس شما هرچی این رنجتون کوچیک‌تر باشه میزان سودی که میکنید بیشتره. خب چرا؟ به خاطر اینکه پولتون توی قسمت‌های کمتری به میزان بیشتری پخش میشه، بنابراین تراکنش‌های بیشتری رو شما وقتی انجام بشه شما سود میگیرید. پس هرچی این بازه کوچیک‌تر انتخاب بکنید سود بیشتری میگیرید، ولی هرچی بازاتون کوچیک باشه قیمت ارز زیاد بالا پایین بشه زودتر از این بازه شما پرت میشید بیرون و لیکویدیتی پولت از اون محدوده خارج میشه. خب پس دیدید الان توی همین سایت یونیسواب ما اگر یه چرخ بزنیم لیکویدیتی پول ها رو نگاه بکنیم، دوستان عزیزم ارزهای در پیتی رو نرید سراغش. مثلا اگر دیدید یه ارزی نوشته اینجا به جای 5% نوشته 20% به شما سود میده، بعد ارزه رو میری نگاه میکنی میبینی که اصلا نه پدر مادر داره نه چیزی داره، اون قیمتش هم خیلی ریزش میکنه. بذارید یه نمونه برم براتون پیدا کنم نشون بدم. مثلا میریم توی شبکه مثلا BNB اینجا ببینیم چی داره. مثلا اینو نگاه کنید نوشته 5500 5.5 کی. حالا 5.5 کی احتمالا منظورش 5500%. خب سودی که اینجا نوشته اینا خیلی احمقانه است واقعا. من خودم اصلا اینا رو انتخاب نمی کنم به خاطر اینکه میدونم قیمت این ارز ULT انقدر ریزش میکنه که اصلا ارزش نداره بخوایم این کار رو باهاش بکنیم. مثلا نگاه کن حالا من برم اینم میتونم این ULT چی بود اسمش ULTI ببینم اینا اصلا تریدینگ ویو برای ما میاره. ULTI خب من اینو به نمودار
بیشتر از اندازه اینجا باز کردم، یک دوشو ببندم تا بتونم دوباره اضافه کنم ULTI. خب نگاه کنید، اصلا نیاز نبود من اینو ببینم، از همون درصدی که نوشته بود معلومه. ببینید از اینجا تا الان ریزش کرده. میخوام بهتون بگم که پس اگر این 5500% قراره به شما اینجا سود بده، مطمئن باشید که انقدر قیمتش ریزش میکنی که شما ضرر میکنید. پس تمام این بلاک چین ها رو بررسی بکنید خودتون. من آربیتروم رو به دلیل اینکه کارمزدش به شدت کمه خیلی دوست دارم و بیشتر لیکویدیتی پول هام رو توی آربیتروم درست میکنم. اینجا نگاه کنید USDT به USDC جفتش هم دلاره. جفتش رو وقتی دلار انتخاب میکنید چه خوبی داره؟ خوبیش اینه که قیمت دلار بالا پایین نمیشه، شما از رنجت خارج نمیشی، مدت ها سود میگیری، ولی خب سودش کمه، میزان سودی که به شما میده کمه. اگر حجم پول زیادی دارید، اگر چندین هزار دلار دارید نمیدونید باش چی کار بکنید، میتونید اینجا بیارید بذارید با خیال راحت، نه قیمت ارزتون بالا میره نه پایین میاد و توی رنج میمونه و شما سود میگیرین. حالا کدومش انتخاب بکنید؟ ببین این گفته 0.01% اینجا بهتون تو تراکنش سود میده، این گفته 0.01% میده، جفتش هم دلار بود. این گفته 0.01% دای رو میده. خب این اولیا فکر میکنم از بقیه جذابتر بود دیگه اینها. این که 0.01% میده، تراکنشش هم بدک نیست، 282,000 تا 262,000 فقط خیلی حجمش خیلی کمه، به خاطر اینکه USDC نقطه ای رو کسی احتمالاً تبدیل نمی‌کنه، تعداد تراکنشش کمه، ولی 93% هم داره، 93% داره بهتون سود میده و خیالتون هم راحته که ارزتون و پولتون قیمتش افت نمیکنه. خب این از این شبکه‌هایی که توی اینجا وجود داره و خودتون میتونید بررسیش بکنید بهتون نشون دادم و میتونید همه رو بررسی بکنید. شبکه اپتیمیزم هست، شبکه پولیگون هست، شبکه ZK Sync هست، بیس هست. بیس هم فکر میکنم که کارمزدش خیلی کم باشه، خودتون بررسی بکنید. دومین سایتی که خیلی معتبره و شما میتونید لیکویدیتی پول درست بکنید، سایت پنکیک سواب هست. سایت پنکیک سواب هم باید بررسیش بکنید، برید لیکویدیتی پول هاش رو نگاه بکنید، ببینید که کجا گذاشته لیکویدیتی اینها. اینجا هم اگه نگاه بکنید جفت ارزهایی رو برای شما گذاشته که میتونید باش لیکویدیتی پول درست بکنید، درصد سودش رو نوشته. قبل از اینکه لیکویدیتی پول درست بکنید اون ارز رو بررسی بکنید، ارزهای به درد نخور و سراغش نرید. من قبلا توی اینجا ارز خود کیک رو که این سبز رنگ است که این شکلی روشه برای خود سایت پنکیک سواب هست و اینجا قبلا باهاش استیکش کرده بودم، باش لیکویدیتی پول درست نکردم، استیک کرده بودم و نگه داشته بودم. اگر شما ارزی رو دارید که بخواید هولش بکنید، مثلا شما فرض کن که BNB خریدین، از اون طرف مثلا چه میدونم اتریوم هم خریدین و میخواین اینا رو مدت طولانی نگهش دارید و میتونید مثلا بیاید اینجا ببینید که BNB به اتریوم نگاه کنید، اینجا WBNB به اتریوم هست، منتها سودش نگاه کنید خیلی کمه، 13% نوشته، این احتمالا 13% سالیانه است، سودش خیلی کمه، ولی خب میتونید خیلی راحت بذارید اینجا و ارزتون هم بمونه، اصلا براتون مهم نباشه قیمتش بره بالا بیاد پایین. بازش هم یه جوری حالا انتخاب بکنید که از تو اون بازه پرت نشید بیرون، بخواید دوباره درست بکنید و بخواید کارمزد بدید. برای تمام ارزهای بلاکچین تون، چون اونا بلاکچین تون رو ندارن، سایت stone.fi هست که خیلی معتبره. من اینجا لیکویدیتی پول زیاد درست کردم با چه ارزهایی، اینجا هم قسمت پول رو که بزنید بهتون نشون میده. اون موقع که نات کوین و اینجور چیزا رو گرفته بودم ایدراپشو، ارز تون کوین هم گرفته بودم و اینجا باشون لیکویدیتی پول درست کردم. اینجا دو تا قسمت داره، یه قسمتش اینه که اینجا نوشته APR 24 ساعته نوشته، APR 24 ساعتش والا اینا نمیدونم اطلاعاتشون رو چجوری مینویسن، انقدر همش با هم دیگه متفاوته. سودهاش رو اینجا نوشته، یه عددی رو نوشته، مثلا چه ارزی، مثلا تون به USDT.
علاوه بر اینکه این 1.18% سود میده، فکر نکنید روزانه انقدر میده، نه روزانه انقدر نیست. اونجا نوشته من انجام دادم روزانه انقدر نمیده. علاوه بر اون شما میتونید همونو یه فارم هم براش درست بکنید، یه مزرعه هم درست بکنید، 12% هم اونجا بده. ولی برای فارمش چی به ما میده؟ روش که بزنید بیایید پایین، کو فارمشو چرا نشون نمیده؟ برگشتیم، بذار نات کوین به تونو باز کنم. چرا نشون نمیده که توی اینجا نشون میده؟ درصدشو نشون میده، فارمش اکتیو. فکر میکنم برای فارمش ارز خود چیزو میده، استونفای رو به همون میده. یعنی به ازای سودی که میکنیم علاوه بر اون سوده، از خود ارز استونفای هم توی مزرعهش به همون سود میده. بعضی از اینا باهاش باز کردنش خب جذاب، خیلی هم خوبه. یه وقتی از شما یه ارزی رو دارید که میخواید دوباره نگه دارید، هولد کنید، یا از این چیزایی که گرفتید مثل اینا همستر، چقدر هم همستر بهمون پول داد؟ چیزی نداد که. مثلا همستر رو میخواید نگه دارید، میتونید بیاید با تون کوین براش لیکویدیتی پول درست بکنید، شاید در آینده قیمتش بره بالا. اینا رو همه رو دارم براتون میذارم، خودتون بررسی بکنید. من هیچ کدومو توصیه نمیکنم بهتون، چون این بازار اگه کسی سود بکنه یه تشکرم از ما نمیکنه. اگه کسی ضرر بکنه میخواد بشینه مثلا با خوش فکر بکنی که این فلانی گفت من رفتم پولمو گذاشتم اونجا ضرر کرد. با اختیارات خودتون بررسیش بکنید. معروف ترین سایت لیکویدیتی پول ها رو هم بهتون نشون بدم اینجا برای بررسی کردن، که اینجا شما میتونید همیشه رو بررسی کنید. یکی از مهمترین و جذابترین سایت هایی که کلن وجود داره در این زمینه، ما میخوایم ازش استفاده بکنیم، سایت دیفای لاما هست که الان براتون توضیحشو میدم. سایت دیفای لاما سمت چپ تو قسمت ییلد که بزنید و پول رو انتخاب بکنید، به شما لیکویدیتی پول ها و انواع و اقسام چیزهایی که توی سایت های مختلف وجود داره همه رو اطلاعاتش رو براتون اینجا میذاره. توی چه چین هایی هست، توی چه پروژه ها و چه سایت هایی هست، چه ارزی هست، همه اینا رو داره به شما نشون میده. مثلا نگاه کنید اینجا نوشته شماره 6 ارز تون به USDT سایت دیداست توی بلاک چین تون. خب شما میتونید باهاش لیکویدیتی پول درست بکنید. 16% نوشته APIشه، سودشه. خب اگر این لیکویدیتی پول رو درست بکنید، جذابش اینجاست که نوشته که اینجا 15% هم خود ارز تون رو بهتون ریوارد میده توی سایت دیداست. توی سایت های دیگه احتمال داره این کار رو نکنه. اینجا هم بهتون سود 30 روز گذشته شو میگه. اینجا میگه تو 30 روز گذشته 19% سود داده. احتمال داره تو این 30 روز آینده 50% سود بده. احتمال داره تو این 30 روز آینده 2% سود بده. همه اینا بستگی به بازار داره که بازار چقدر میره بالا، چقدر میاد پایین، چقدر تراکنش وجود داره اونجا، که شما میتونید اینا رو انتخاب بکنید. اینم اگه روش بزنید نگاه بکنید، از بالاترین سود نشون میده. الان این بالاییه میگه در یک ماه گذشته 117,537% سود داده. خب گول نخورید بودو بگید حالا با اون بریم این کارو بکنیم و بریم اینجا بخوایم چیز باز بکنیم. نگاه کنید TVL $38,000. اصلا اینجا که خرید و فروشی اتفاق نمیفته، به خاطر اینکه این ارزی که اینجا گذاشته خیلی خرید و فروش انجام نمیشه توش. احتمالا اونم چند نفر از اون کسایی که اینو پروژه ها رو دنبال میکردن یا جزء صاحبان اصلی یعنی لیکویدیتی پولش درست کردن، بابت اون تراکنش انقدر پول گرفتن. پس دلیل نداره همه اینا رو برید سری بدو توش لیکویدیتی پول درست بکنید. بررسی کنید، بررسی. چین های مختلف رو بررسی بکنید. این بالا میتونید فیلتر بکنید دیگه. مثلا میتونید اینجا توی فیلترش مثلا بگید که به من مثلا چین فقط اتریوم رو نشون بده. ببین همه رو فیلتر که فقط داره چین اتریوم رو نشون میده. حالا اینکه چه سایت هایی و چه پروژه هایی رو این دارن کار میکنن اینجا وجود داره که شما داره پروژه ها رو هم میتونید فیلتر بکنید و چیزهای مختلفش رو اینجا فیلتر بکنید و ازش استفاده بکنید. ببینید من توضیحات کلی لیکویدیتی پول درست کردن رو بهتون گفتم.
شاید بگم 500 تا مدل مختلفی وجود داره که شما میتونید لیکویدیتی پول درست بکنید. تو بعضی از سایت ها میتونید برید پول قرض کنید، وام بگیرید اصطلاحاً، که برای وام گرفتن یه چیزی رو اونجا گرو میذارید، مثلا یه ارزی دارید اونجا گرو میذارید، بعد یه پولی دریافت میکنید، با اون پول میتونید برید لیکویدیتی پول درست بکنید، میتونید برید ترید بکنید. اگه NFT داشته باشید میتونید NFT ببرید اونجا گرو بذارید وام بگیرید. تو بعضی از سایت ها شما میتونید برید پولتون رو اونجا قرض بدید و بابتش به شما سود بدن، یعنی پول شما اونجا قرار میگیره تو اون سایت، به افراد دیگه اون پول شما رو وام میدن و اون سودی که دریافت میکنن یه مقدار از اون سود رو به شما میدن. همه اینها در حوزه دیفای هست. حوزه دیفای خیلی حوزه بزرگیه. منتها من بابت اون 3 تا ویدیویی که درست کردم در رابطه با دیفای انقدر کامنت گرفتم که بیشتر در موردش بگو، سایت‌های مختلف رو بهمون نشون بده و از من خواسته بودن که سایت‌های معتبر و جاهای معتبرش رو بگم. منم علاوه بر اینکه سایت‌های معتبر رو بهتون معرفی کردم، خواستم گوشزد بکنم که تو هر حالتی لیکویدیتی پول نباید درست بکنید در زمانهایی که بازار رنج یا صعودیه. ببینید کسای دیگه اینو به شما نمیگن. تو همه کانال‌های یوتیوبی که دارن تبلیغ اینو رو میکنن همشون میگن بیا اینجا پولتو بذار بخواب 1000% سود میگیری، 500% سود میگیری. اینو به شما نمیگن که اگر بازار ریزش بکنه شما متضرر میشی و پولت رو از دست میدی. من دارم صادقانه این رو بهتون میگم که این اتفاق میفته. تمام تلاشمو میکنم که اگر ویدیویی میسازم با خلوص نیت باشه و سودها و ضررها و اتفاقاتی که توش میفته رو بهتون بگم. امیدوارم که از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه. لطفاً لایک کنید، کانال منو سابسکرایب بکنید، این ویدیو رو برای دوستاتون هم ارسال بکنید، از من حمایت بکنید. من میتونم ویدیوهای بهتر و جذابتری براتون درست بکنم. تا ویدیو بعدی موفق و پرسود باشین. خدا نگهدار.